سلام دوستان عزیز، امیدوارم که جور صحتمند و سلامت باشید. دوستان عزیز، شما را به سومین قسمت از آموزش وایرلس راوتر خوش آمدید میگویم. دوستان عزیز، ما در ویدیوهای قبلی وایرلس راوتر را معرفی کردیم، نحوه متصل شدن به وایرلس راوتر براتون تشریح کردیم که چطور میتونیم به یک وایرلس راوتر متصل شویم، لاگین شویم، چون چطور میتونیم که ما یک وایرلس راوتر اینترنت دار کنیم یا به اینترنت متصل کنیم. خب، به سلسله از درس ها ما امروز هم درس خود آغاز میکنیم. اول در وایرلس راوتر خود لاگین میشیم، آی پی راوتر خود قسمت میزنیم، لاگین میشیم و پسورد و همچنان لاگین. خب دوستان عزیز، ما قسمت استاتوس معرفی کردیم، لان استاتوس لان وایرلس 2.4 گیگاهرتز و وان و ایترنت. یک ستاب را هم چیزا را معرفی کردیم، نتورک را معرفی کردیم، قسمت وان لان معرفی کردیم که چطور توسط وان ما میتونیم که وایرلس راوتر خود اینترنت دار کنیم. بعد آمدیم سر قسمت وایرلس. وایرلس را مهمترین چیز در وایرلس راوتر، خب چون وایرلس است، مهمترین چیز در قسمت وایرلس است. قسمت وایرلس ما چند چیز داریم. قسم چیزایی که مهم است چند چیز داریم. یکی خود یکی SSID داریم، یکی هم بخش سکیوریتی وایرلس داریم. قسمت وایرلس سیتینگ در قسمت اول که بیایم، در قسمت اولش ما داریم که وایرلس انیبل و دیزیبل. اگر این را وایرلس خود ما انیبل کنیم، یعنی که همین وایرلس راوتر ما سیگنال پخش میکنه 4 طرف و میتونه که موبایل ها یا تبلت ها یا کامپیوتر های ما میتونه که از طریق وایرلس به وایرلس راوتر ما وصل شود و از طریق قضیه به این دنیا اینترنت بره. اگه این را ما دیزیبل کنیم، همین قابلیت وایرلس راوتر ما به اصطلاح حذف میشه، یعنی وایرلس راوتر ما دیگه سیگنال را پخش نمیکنه. خب اوایی را باید، اگر دیزیبل بودم، باید را اول انیبل کنیم. بعضی وایرلس راوتر هست که در خودی وایرلس راوتر در قسمت پیش رو یک دکمه دانه در نام وایرلس که از طریق از هم انیبل و دیزیبل میشه، هم از این طریق میشه، هم از طریق فیزیکی میشه. خب این قسمت وایرلس نتورک نیم است، این همون SSID است که همون نامی وای فای ما است به اصطلاح. این قسمت ما به نام سلام ماندیم، شما میتونین و برنامه میتونین که بانین، مثلا به نام خود بانین، به نام شرکتتان بانین، به نام دفترتان بانین. دیگه اختیاری است، شما میتونین هر چی که دلتان است همون چیز نام وایرلس تان بانین یا نام وای فای تان بانین. در این قسمت مودش است که ما چندین استاندارد داریم که 112.11b داریم، G داریم، N داریم که در این قسمت میتونین که انتخاب کنین. 11b G N بگیرین میکست، که مثلا موبایلایی که جدید است هم میتونه که در وصل شود، موبایلایی که قدیمی است مثلا از زمانهای سابق است، امی چیپ وایرلسش مثلا قدیمی است، استانداردش قدیمی است، هم میتونه وصل شود. موبایلایی که جدیدن وارد بازار میشن میتونه که وصل شود. دیگه در قسمت چنل داریم. دیگه در قسمت چنل ما چون باند فرکانسی ما 2.4 است، این وایرلس راوتر ما تنها یک باند 2.4 گیگاهرتز سپورت میتونه. بعضی وایرلس راوتر هست که هم در قسمت داریم، هم 2.4 گیگاهرتز داره و هم باند 5 گیگاهرتز داره، که در قسمت باند 2.4 گیگاهرتز که است 11 چینل داره که شما میتونین که هر کدامش انتخاب کنین. بعد در قسمت میتونین که تو انتخاب کنین، خودش هر چینل را که خودش انتخاب کرد انتخاب کنه. بعد در قسمت چینل وید داریم. چینل وید یعنی عرض چینل ما است. مثلا باز در قسمت ما تو داریم 20 مگاهرتز داریم، 40 مگاهرتز داریم. اگر عرض کانال ما 20 مگاهرتز باشه، سیگنال ما میتونه که فاصله دورتر یعنی مسیری دورتر را تحت پوشش خود قرار بده.
بعد مسیر یعنی فاصله زیادتر رد باش قرار میده ولی دیتای کمتر رو بعد انتقال میده. ولی اگر چینل وید ما روی 40 مگاهرتز باشه فاصله کمتر رو طی میکنه ولی دیتای بیشتر رو میتونه که سند کنه یا ریسیو کنه. خب اینو میتونین روی اوتو انتخاب کنین که یا اگه خواستین 20 مگاهرتز، اگه خواستین که محیطی بودین که خواستین مثلا ساحه بیشتر را کاور کنین میتونین 20 مگاهرتز بگیرین ولی سرعت دیتایش سرعت اینترنت ما یک ذره پایین‌تر میاد، یعنی میتونیم دیتای ما کم سند و ریسیو میشه نسبت چینل ویدی 40 مگاهرتز. خب یک قسمت مهمتره که ما در قسمت وایرلس داریم قسمت انیبل سویدی برادکست است که میتونیم که چک مارک کنین یا میتونیم چک مارک از رو بردارین. خب اگه چک مارک کردگی باشه می وایرلس راوتر ما می نامی که برای وایرلس خود داده می میره برادکست میکنه، پخش میکنه در 4 طرف. یعنی ما در قسمت وای فای موبایل یا قسمت وای فای کامپیوتر بیاریم این چند تا است، مثلا سلام جی است، تست است، سلام یک است، سلام است، یعنی امی نامی را که ما در این قسمت وایرلس نتورک نیم میتیم در این قسمت ظاهر میشه. بعد اگر این انیبل سویدی برادکست ما چک مارکش باشه در این قسمت میآید، ولی اگر این انیبل سویدی برادکست ما چک مارکش پس کنیم بعد این در این قسمت نمیآید. یعنی اگر سرچ هم کنیم در قسمت کس نمیتونه که مثلا نمی وای فای ما را پیدا کنه که بسیار گزینه خوب است که مثلا در محیطی که نفر زیاد است میخواین همگی وای فای ما وصل شود، اینترنت ما سرعتش کم شود، در اون صورت شما میتونین که این را غیر فعال کنین، چک مارکش بردارین و تا هر کس که مثلا تا نامی وای فای تان همچنان هم نام هم وای فای تان نفهمه نمیتونه که به شبکه تان متصل شود. بعد دیگه در قسمت وایرلس از بیسیک سیتینگ بود. بعد وایرلس سکیوریتی داریم. خب در قسمت وایرلس سکیوریتی ما چند حالت داریم. اگه خواستین که اینترنت فری و اینترنت تان رایگان باشه، کلی هر کس که مثلا در خانه هستین میخواین کلی به اینترنت متصل شود یا یک دفتر هستین میخواین که هیچ محدودیت نباشه، هر کس میتونه که از وای فای استفاده کنه، میتونین که امی وایرلس سکیوریتی خود خیلی دیزیبل کنین، یعنی هیچ پسوردی نداشته باشه. هر کی به مجردی که می بالای وایرلس کلیک کنه بالای این قسمت بالای نام کانکت بزنم مستقیم وصل شود دیگه، پسوردش نخواهیم. میتونین که رو دیزیبل وایرلس سکیوریتی کنین. بعد اگه خواستین که وای فای تان پسورد داشته باشه میتونین که این چندین حالت داریم. یک WPA2 پرسونال داریم که می خودی راوتر میتونین که در قسمت یک پسورد برش بدین، هر پسوردی که خواسته باشین میتونین در قسمت برش وایرلس پسورد در قسمت در دلخواه است دیگه، شما میتونین هر چی پسورد کنین. در قسمت که مثلا ما اینجا غزنی 123 میمونم، غزنی 123 یا اگر خواستین مغلق تر باشه داد مثلا GH باشه، جیش هم کلان باشه، این تو یک پسورد برش میمونین. پسورد هرچی مغلق تر باشه بهتر است چون نمیدونه کس پیدا کنه یا حدس بزنه. یه خودی راوتر میتونه که هر کامپیوتر تلفنی که میخوای وای فای وصل شود باید پسورد داره که یه نام میزنه، باید مطابق از این پسورد باشه. بعد اگه خواستین نه سیستمتون پیشرفته تر است یک رادیو سرور دارین، میتونین که یک گزینه رو انتخاب کنین. بعد از یک قسمت ورژن و انکریپشنش میتونین انتخاب کنین. بعد آی پی رادیو سرورتون یک قسمت آی پی رادیو سرورتون بزنین و میتونه که به رادیو سرور متصل شود و هر یوزر یا هر یوزر که شما خواسته باشین اینترنت اکسس داشته باشه در قسمت رادیو سرور معرفی کنین و اگر مو یوزر پسوردش درست بود میتونه که وصل شود. خب ما را در یک سناریو اینجا پینت باز میکنیم. خب ما یک نتورک ساده را در این قسمت دیزاین میکنیم. فکر کنین که یک راوتر است، یک راوتر میکروتیک یا یک راوتری فکر کنین راوتر میکروتیک، چون راوتر میکروتیک چی داره؟ قابلیت یوزر رادیو سرور داره. بعد
یک تا سویچ ماست و بعد یک تا وایرلس راوتر باشه. خب این راوتر مرکزی ماست که به دنیای اینترنت وصل است. این دیگه دنیای اینترنت است دیگه. اکثر کلاودی ما خرابتر آمد و مشکل نیست. بعد از این راوتر ما وصل میکنیم اینترنت خود به سویچ. خب این راوتر و از راوتر به وایرلس راوتر، سویچ به وایرلس راوتر وصل است و همچنان این قسمت دیگه کامپیوتر اگه داشته باشیم، کامپیوتر لپتاپ، دسکتاپ یا پرینتر اگه داشته باشیم، اینا رو به سویچ خود متصل میکنیم. اینا از طریق کیبلی، از طریق کیبل کات 6 سویچ ما وصل هستن. مراشل همی سویچ بزنم بالای دیگه. این سویچ است، لامه سویچ و این فکر کنین که راوتر است. خب این یک وایرلس راوتر است. یک وایرلس راوتری فکر کنین یک وایرلس راوتری دو آنتن است که اینترنت ما را به شکل وای فای و وایرلس پخش میکنه. خب کامپیوترهای ما که کامپیوترهای لپتاپ، دسکتاپ ما میتونه که از طریق کیبل وصل شود به اینترنت، از طریق کیبل وصل میشه به سویچ، از سویچ به راوتر و از راوتر به دنیای اینترنت. خب این هم وایرلس راوتر ماست که این اینترنت ما را به شکل وای فای پخش میکنه و موبایل های ما و کامپیوترهای لپتاپ ما که مثلا پورت RJ45 نداره میتونه که وصل شود. خب این یک تلفن باشه یا یک کامپیوتر لپتاپ باشه که از طریق وای فای میخواد که به اینترنت متصل شود. خب این یک SSID داره. و می SSID که گفتیم مثلا یک SSID داره در نام سلام. این می SSID سلام رو برادکست کنه میره. زمانی که ما گزینه برادکست انیبل برادکست را فعال کنیم برادکست کنه میره. وقتی که سرچ کنه SSID سلام رو پیدا میکنه. خب این SSID سلام رو پیدا کرد. در قسمت SSID سلام پیدا شد و بعد پسوردش است مثلا سلام 1 2 3. خب این ریکوست خود روان میکنه و وایرلس راوتر از طریق وایرلس روان میکنه به وایرلس راوتر. وایرلس راوتر قسمت وایرلس سکیوریتی خود میبینه که آیا ایمی پسوردی که یوزر تایپ کرده روان کرده آیا مطابق از اون پسوردی است ما در این وایرلس سکیوریتی داریم یا نه. خب زمانی که پسورد ها یک چیز بود بعد ایره برش اکسس میده. این قسمتی بود که WPA2 کی بود. این قسمت مثلا اون پسورد را که یوزر در کامپیوتر یا در تلفن خود ست کرده اگر مطابق از این پسورد بود اجازه میده که به اینترنت متصل شه و اگر نبود اجازه نمیده. یعنی WPA2 انترپرایز که هستم یک قسمت ما یک رادیو سرور داریم. خب ما یک قسمت میبینیم. بعد دیگه اینی راوتر ما راوترهای میکروتیک است. یک میکروتیک راوتر ها قابلیت داره میکروتیک راوتر بورد میکروتیک راوتر بورد ها که است یک قابلیت داره به نام یوزر منیجر داره که همی چی هم گفته میشه به اصطلاح رادیو سرور هم گفته میشه. خب در میکروتیک که است یوزر منیجرش که است در قسمت ما این یوزر منیجر ماست. مثلا ما پیش هم هست 192.168.1.1. خب در این قسمت ما معرفی میکنیم در قسمت رادیو سرور آی پی. در این قسمت ما معرفی میکنیم که آی پی رادیو سرور ما است 192.168.1.1. در این قسمت بررسی معرفی میکنیم که رادیو سرور ما هست 192.168.1.1. زمانی که کلاینت میخواد که به وای فای سلام وصل شود ریکوست میکنه به که زمانی که کلیک کرد بالای ازی میآید سلام. بعد سلام میبینه و قسمت وایرلس سکیوریتی خود میبینه که
اینجا یک آی پی است، آی پی رادیو سرور است که میگن تو اگه میخوای به اینترنت وصل شوی باید رادیو سرور بری و در اون قسمت در رادیو سرور باید بری و در اونجا اتنتیکیشن و اتورایزیشن شوی. بعد میای به سویچ آن میکنه، سویچ هم به راوتر آن میکنه. راوتر در قسمت یوزر منیجر خود میبینه که یوزر مثلا با نامی احمد با پسوردی احمد 123 آیا اجازه داره که به اینترنت متصل شوه یا نه. در صورتی که در یوزر منیجر می یوزر ما معرفی شده بود، بعد دوباره پکیج ما ارسال میکنه، میگه این نفری که تلفن یوزری که با نام احمد و پسورد احمد 123 بود ایره به اینترنت اجازه بدیم. دیگه یک ذره پروسش طولانی تر میشه، ولی امنیت شبکه ما را یک ذره بالاتر میبره، چون باید هم نام داشته باشه، هم پسورد داشته، هم یوزر داشته باشه، هم پسورد داشته باشه و تا به اینترنت ما متصل شود. خب این بود از این قسمت و همچنان یک قسمت دیگه داریم در نام WEP. WEP ما قسمت اتنتیکیشن تایپ داره. خب این وایرلس راوترهای ما غیر فعال است، چون این قابلیت نداره که مثلا به رادیو سرور وصل شوه یا قابلیتی که مثلا چندین کی داشته باشه. در این قسمت ما میتونیم چندین کی تعریف کنیم که یک کی، دو کی، سه. بعد کلاینت هم زمانی که کلاینت میخواد وصل شوه باید همو چند کی ما را اونجا سیت کنه، در صورتی که او چند پسوردی که او معرفی کرد با این کی ها با یکی ها مطابقت کرد باید به اینترنت متصل میشه، در غیر صورت نمیتونه که وصل شود. خب دوستان عزیز، این بود از آموزش امروزی ما. در ویدیوی بعدی انشالله قسمت وایرلس مک فیلتر و وایرلس ادوانس و وایرلس استاتستیک این چیزا را ما مورد بحث قرار میدیم. انشالله که آموزش امروزی ما برایتان مفید واقع شده باشد، در صورتی که از این سبک ویدیوها خوشتان میایه یا برایتان مفید واقع میشه، لطفا اگر عضو کانال ما نیستین کانال ما رو سابسکرایب کنین، همچنان ویدیوهای ما را لایک کنین و شیر کنین تا دوستان بیشتری بتونه که از این ویدیوها استفاده کنه. خب دوستان عزیز، وقتتان خوش. امیدوار هستم که ایام به کامتان باشد. تا ویدیوی بعدی، خدا یار و نگهدارتان.